مشهورترین جاده تفریحی لندن، پیکدلی سرکس. اینجا اسکرین کلان سینما وجود دارد. شاید در فیلم های هندی هم دیده باشید. بزرگترین اسکرین سینمای لندن. کسانی که از آسیای جنوبی میان، از افغانستان، پاکستان، هند، حتما از اینجا دیدن میکنن، چون این اسکرین و این صحنه را در سینماهای و یا فیلم های هندی حتما دیدن. این جاده مرکزی لندن است. آن طرف کاخ بکینگهام پالیس، جایی که پادشاه لندن زندگی میکند. غیر از بکینگهام پالیس، اماکن دولتی و وزارتخانه ها در همین جا قرار دارد. این کوچه ها مشهور به ساتری و تفریح شبانه مردم است. ولی حال اینجا یک مسجد کلان زیر ساخت است. معروفترین ساختمان نمادین لندن مسجد می شود. میلیاردر مسلمان مجوز احداث یک مسجد 3 طبقه را در معروفترین مجتمع های تفریحی لندن دریافت کرد. این ساختمان در سال 1896 ساخته شده. یک هتل 11 طبقه شامل 490 اتاق می باشد. این میلیاردر مسلمان ساختمان را در سال 2005 به قیمت 220 میلیون پوند خریداری کرد. اما پس از شکایت گروه افراطی و برخی از ساکنان برنامه‌های مسجد با ظرفیت 1000 نفر در سال 2020 لغو شد. اما در ماه می امسال مجوز ساخت این مسجد با ظرفیت 390 نفر به دست آورد. این مسجد نمازخانه پیکادلی نام خواهد گرفت. انتظار می رود این مسجد در چند ماه آینده افتتاح شود. همچنان در پهلوی این مسجد سال گذشته برای خوشامدگویی از رمضان این کوچه از طرف شاروال لندن چراغان شده بود. حال لندن خانه 1 میلیون مسلمان ها و همچنان صدها مسجد می باشد.